سلام، وقت همگی بخیر. خب دیگه امروز ما قراره یه برنامه خوب ضبط کنیم. به اصرار خیلی از رفقای خوبمون متاسفانه یه سری از مسائلی وجود داره به نام بحث خانواده. امروز سعی میکنیم که با خانم ملکه عزیز گفتگو داشته باشیم. اگر به این جلسه ختم شد که فبها، اگر نشد که ادامه رو در جلسات بعدی بازگو خواهیم کرد. خانم ملکه خیلی خوش آمدید. سلامت. زحمت کشیدین. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما همه همراهای عزیزتون. امیدوارم که حرفی که امروز میزنیم به کار همه عزیزا بیاد و ایشالله ازدواج‌های خیلی خوشیومن و خوش عاقبتی داشته باشید. سلامت باشید. چرا ما این همه موضوع شما گفتین اول سر قضیه ازدواج رفتید؟ به خاطر اینکه ما الان تو دوره‌ای هستیم که همه میگن چرا حجم طلاق‌ها زیاد شده، ولی واقعیتش اینه که ازدواج‌ها غلط شده. یعنی ما چون توی انتخاب عزیزامون برای ازدواج آگاهیمون پایینه، برخلاف دوره‌ای که انتظار میره جوانای ما به جهت هوششون و دیتاها و اطلاعاتی که در دسترسشونه الان انتخاب‌های سنجیده تری بکنن، ولی انقدر این انتخاب‌ها متاسفانه گاهن احساسی و غیر معقول صورت میگیره که خب آمار طلاق بالا میره. ما اگه قراره که آمار طلاق رو بیاریم پایین، خیلی خوبه که ازدواج هامون آگاهانه باشه. در گذشته ما کلا سنتی ازدواج میکردیم و بستر فرهنگی ما هم این تیپی بود که دوتا خانواده افراد رو با هم معرفی میکردن و این معرفی ها حالا جالب بود که سعی میشد که هم فرهنگ باشن، به لحاظ مالی نزدیک باشن، سنخیت داشته باشن. اینا خوب بود، یعنی بسیار جواب بود و انتخاب هم سعی می‌کرد انتخاب های شایسته و همکف خودشون باشه. ولی با گذشت زمان و نسل و رشد هوش و به قول معروف اطلاعاتی که افراد الان باهاش درگیر هستن، اینها دیگه کافی نیست. یعنی شاید در گذشته ما زندگیامون خوب بود، ازدواج‌های خوبی داشتیم، بعد یه سری باورها بود. مثلا میگفتن آدم‌ها با لباس سفید میرن، با لباس سفید میان. خب این خودش یه تعهدی رو میداد به جوانها و اینکه داری ازدواج میکنی، الان داری میری خونه بخت، حتما آگاه باش به اینکه روزای سخت خواهی داشت، ولی پای این سختی هم وایسا و بدون که دیگه باید این زندگی رو با هم بسازیدش. این به خود جوانها یه تعهد و مسئولیت پذیری میداد. ولی الان در دوره هستیم که خب دسترسی ها بهتر شده، جوانها خیلی همراه خانواده ها هستند، هنوز جوانهایی که انتخاب خانواده ها رو قبول میکنن، ولی عموما معتقدن که ما باید همسرمون رو خودمون انتخاب کنیم. حالا الان بسترها هم تغییر کرده، دانشگاه رو داریم، محیط کار رو داریم، خود اجتماع رو داریم، کلاس های فرهنگی و هنری و ورزشی رو داریم که اونجا جوانها هم دیگر میبینن، آشنا میشن. این تغییر نسل نیاز داره که حتما اطلاعات و آگاهی ما گسترده تر باشه. یعنی الان ما اگر مشاوره پیش از ازدواج رو خیلی داریم روش وای میستیم، به خاطر اینه که به صورت قانونی مشاوره پیش از طلاق رو تصویب کردن که حتما افراد قبل از طلاق باید برن مشاوره 5 جلسه. اگر زوج درمانگرشون تایید کرد که اینها نمیتونن زندگی کنن، میرن دادگاه برای طلاق. ما الان همه اصرارمون اینه که به جای اینکه اونجا قبل از طلاق شما یه مشاوره بذارین، اینجا تو پیش از ازدواج اصرار کنید، اینجا قانونیش کنید. اگه این طرف آدم آگاهانه شروع کنه، اصلا چرا طلاق بگیرن؟ الان ما آمار به قول معروف طلاق توافق خیلی بالاست. این اصلا خوب نیست. آدم ها رفتن تو زندگی، دیدن مناسب هم نیستن، انتخاب درستی نبوده، پشیمونن، میرن تو سایت ثبت نام میکنن، فرایند توافقی رو دنبال میکنن. ما همه اصرارمون اینه که این ور رو قانونیش کنید و اجباری کنید همه بیان تو پیش از ازدواج. تو پیش از ازدواج وقتی آدم ها آگاه میشن، من خیلی کیس داشتم که افرادی که حتی دوست بودن، سالها با هم دوست بودن، رفت آمد، خیالشون راحت بود، میشناسن همدیگر رو، ولی همینها هم توی پیش از ازدواج یه چیزهایی رو درباره هم کشف کردن و فهمیدن، رابطه همونجا پایان پیدا کرد، اصلا به ازدواج نرسید. الان یه باور غلط که بین جوانای ما هست اینه که میگن چون ما دوستیم دیگه شناخت کامله، دیگه الان ما هر چی درباره هم میخواستیم میدونیم، پس در نتیجه قطعا ما خوشبختیم. باز اینم یه باور غلطه. اصلا دنیای دوستی با دنیای ازدواج 100% فاصله داره. بعد انتظاراتی که شما تو دوستی داری، نیازهایی که تو دوستی داری اصلا با ازدواج متفاوته. جوونا اینو نمیدونن.
و همه اینها با خیال راحت. من گاهم مراجعه دارم، میاد میگه ببین ما 5 سال دوستیم، 7 سال دوستیم، اومدیم شما یه تایید بدی بریم دیگه ازدواج کنیم. حالا الحمدلله تو دوره‌ای هستیم که داره جا میفته ها، داره تو فرهنگ مردم ما هم جا میفته که افراد برن یک پیش از ازدواج و یه مشاوره بگیرن. اما این نگاهی هم که پا میشم میام فقط برای اینکه من یه تایید بهشون بدم، اینم یه نگاه غلطه. چون واقعیتش اینه من وظیفه‌م اینه تفاوت‌هاشون رو نشون بدم. اینها که روی شباهت‌هاشون با هم 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله. من یک کیس داشتم 10 سال با هم بودن و گفتم شما ازدواج کرده بودی؟ هم 2-3 تا بچه داشتینا. و خب اومدن بعد 10 سال وقتی تفاوت‌ها رو نشون میدی بر نمیتابن، سختشونه. یه وقتی اصلا میرن توی یه انکار جدی که نه اصلا اینا به ما نمیخوره، با اینکه ویژگی خودشونه. حتی جلسه اولی هم که تشریف میارن جمله‌ای که میگم اینه: من اگر اختلال شخصیتی تو هر کدوم شما یا هر دو بزرگوار ببینم، قطعا بهتون اعلام میکنم که با این اختلال اجازه ندارید ازدواج کنید. این نگاه حرفی منه. داشتیم من مراجعه داشتم که هر دو اختلال شخصیت داشتن، یکی خودشیفته یکی قربانی و مکمل کامل خوبی هم بودن. یعنی تو زد و خوردا هم قربانیه راضی بود هم خودشیفته. و خب منی که اختلال میبینم همونجا میگم شروع نکنید، میگم این رابطه یه چرخه آسیبزاست. ولی خب اونا چون سالها با این چرخه راضی بودن و بودن با هم ازدواج کردن. خمیر مایه‌شون دیگه آماده شده برای شروع زندگی. اصلا کارت عروسیشون رو برام فرستادن که ببین حتی اگه تو بگی ما ازدواج میکنیم. ازدواج کردن، بعد از 2 ماه اومده بودن برای جدایی. یعنی 5 سال دوستی. دوباره پیش خودشون. آره اومد گفتی ولی فکر نمی‌کردیم اینجوری شه. و دیگه تو آخرین مثلا کتککاری که اینا با هم داشتن انقدر بدجورین بازی پیش رفته بود که مثلا خانم 2-3 روزی رو در کما بود. آها پس خودشیفتگی برای مرد بوده. آره قربانی خانم بود. عجب. آقا خودشیفته، هر دو تحصیلات عالیه، یعنی هر دو پزشک، اما تو رابطه 2 نفرشون این تیپی. بعد که دیگه خانم 3 روز تو کما بود اومدم و آقا گفت من میخوام طلاقش بدم و خانم التماس میکرد طلاقم نده. حالا ببین سطح اختلالو، یعنی شما داشتی میمردی تو این رابطه، ولی وقتی اختلال وجود داره اینجوریه. یا حتی اگه یکی هم اختلال داشته باشه باز ما مشکل داریم. یه سری اختلال ها رو خود قانون اجازه طلاق میده، مثل افرادی که پارانویدن، اینقدر بدبین و بی‌اعتمادن به دنیا که واقعا نمیتونه، دست خودش نیست، این از کودکی در این اختلال ایجاد شده. بعد شما حساب کنید مثلا جوانای ما چی میبینن؟ آقا برگشته گفته هر جا میخوای بری خودم میبرم میارمت. دختر ما میگه که خیلی غیرتیه، میگه که هر جا ملاقاتی داشتی، جلسه داشتی من باشم. میگه ببین چه آدم همراه و همدلیه. میگم شده جایی تنها بری از روزی که با این آشنایی، کار شخصی، باشگاهی؟ میگه نه اینقدر دوستم داره همه جا با همه. اصلا اینجا باید شک کرد. یه ذره از اون ورش هم ببینید، فقط دوست داشتن نیستا، این به دنیا اعتماد نداره، به خود شما اعتماد نداره. ولی خانم احساس میکنه که این میخواد همراهش رو کمک عشقشه. میگه ببین چقدر عاشق منه. اینجا اونجاییه که من با واقعیت رو بهش نشون بدم، بگم این اختلال این طبیعی نیستا. ما دقیقا یه سری اختلالای این تیپی داریم. یعنی مثلا داریم گروه‌هایی رو که افرادی هستن که ضد اجتماعی هن. یعنی چی؟ خانم میگه ببین با من خیلی خوب حرف میزنه، 2 نفرای خوبی داریم، ولی وقتی میشینیم پشت مثلا ماشین بریم یه جایی، تمام مسیر چراغ قرمز رد میکنه، مرتب داره به این و اون خلاصه دریوری میگه، یا اینکه حتی بدون چراغ راهنما میپیچه جلو همه. یه جاهایی پارک میکنه که زیرش زده حمله باز جر صغیر. میریم یه جاهایی خیلی راحت به آدم‌ها بی احترامی میکنه. خب ضد اجتماعیه. این به هیچ قانونی پایبند نیست، هیچ حرمتی برای هیچ کس قائل نیست. قطعاً تو رابطه 2 نفرم این اتفاق براش خواهد افتاد. ولی خانم اینجوریه که ببین انقدر منو دوست داره که به خاطر من خیابونو باز میکنه، نمیدونم چرا قرمز رو رد میکنه منو زودتر برسونه. بابایی اصلا با تو کاری نداره، داستانش خیلی جدی تره.
ما توی اختلال ها وظیفمونه، من مشاور و درمانگر، من همش دارم زوج میبینم و وقتی دارم مرتب زوج میبینم میام تو پیش از ازدواج میگم ببین این چالشه این شکلی برای زوجها داره پیش میاد، یه کاری کن تو تجربهش نکنی. این میشه وظیفه من. یه مبحثی که خیلی اول کار بهش اشاره کردین اما زودش رد شدید. الان ما وارد یه دونه خلسه و یه دوراهی قرار گرفتیم، ازدواج سنتی و ازدواج رفاقتی و به قول بچه‌ها بروز. الان پدر مادرها و خانواده باید چیکار کنن؟ به این واقعیتش اینه که ما در یک مسیر گذریم، یعنی کلا به لحاظ فرهنگی، اعتقادی، ارزش‌ها نسل‌های جدید ما، یعنی حالا شما هرچی دهه 80 90 ببینید این بیشتر معلومه، ما توی یک گذر فرهنگی هستیم از سنتی به قول امروزی ها مدرن. اما اون چیزی که اعتدال این فضاه و اون چیزی که خیلی خوب برای همه پیش بیاد اینه که این دوتا کنار هم باشن. ما اگه بگیم که خانواده رو بذاریم کنار که یه اشتباه بزرگ کردیم، چون یه ضرب المثلی هست که میگن که پیر در خشت خام بیند و جوان در آینه. داستان همینه، یعنی یه چیزهای اطلاعاتی رو وقتی پدر مادرها میبینن و گوشزد میکنن بنا به تجربه شونه و بجاست. ما مثلا یکی از فرایندهایی که تو پیش از ازدواج داریم اینه که وقتی خانواده پسر میان اولین خواستگاری، اولین جلسه، خانواده دختر حتما بازدید پس بدن، حتما برن خونه‌شون. حتی چینش مبلمان و وسایل خونه و اعضای خانواده‌ای که کنار هم میشینن به عنوان میزبان که حالا اون خانواده اومدن دیدنشون، همه اینا حرف میزنه. تعاملی که چقدر اینها با هم ارتباط چشمی دارن، چه وقتی دارن با هم دیگه حرف میزنن با صمیمیت حرف میزنن، یا هیچکی با هیچکی کار نداره، یا اصلا وقتی اون خانواده میاد یه پدر مادر میشینه هیچکی دیگه از اعضای خانواده نی، اینا همه حرف میزنه. پدر مادر اینا رو خوب میگیرن. جوونا نه که دیگه انگار به دل هم نشستیم خیلی چیزا به چشمون نمیاد، چشم پوشی میکنن، اصلا نمیبینن، واقعا نمیبینن. انقدر که فضای هیجانی عاطفی بالاست، منطق پایینه. پدر مادر انقدر حضورشون خوبه، به علاوه اینکه ما نیاز داریم به هم بگیم ما اصالت داریم، ما خانواده‌ای داریم که پشت سر ماست، ما از این جمع هستیم. یعنی تمام مراحل رو نگذرونیم فقط موقع عروسی پدر مادر به کار نبریم. آفرین. از مراحل خواستگاری یا اصلا رد دختر خانم یا آقا پسر در جریان باشه. خوبه نظر پدر مادر داشته باشیم. از اونور پدر مادرهامونم برای اینکه یه تعادلی ایجاد شه، این فضای گفتگو، ما تو نگاه سنتی اصلا اجازه گفتگو به بچه‌ها نمیدادیم. عموما 4-5 جلسه همدیگر میدیدن، محرمیت عقد. تازه بعضی که محرمیت هم قبول نداشتن. مستقیم میگفت من دارم زوج دیگه، میگفت کل سلام اولیه‌مون تا عقدمون شد 2 ماه. خب 2 ماه چه شناختی حاصل شد؟ اصلا نشد. ما الان زوجامون کجا گیرن؟ همینه دیگه، ما اصلا نشناخته رفتیم. بعدم دوباره گفتن که آقا صیغه عقد که جاری میشه مهرتون به دل هم میفته. حالا اینو قدیمی ها داشتن ولی صادقانش وقتی آگاهی پیش نیامده، شناخت ایجاد نشده، این مهرتون به دل هم میفته چجوری من یه دفعه میشه؟ خب این شناخته باید باشه، ما این شباهت‌هایی رو ببینیم مهرمون به دل هم بیفته. ما لازم داریم پدر مادرامون هم الان این فضا رو بدن، یعنی اجازه بدن بچه‌ها با هم بیرون برن، لوکیشن‌های مختلف رو با هم تجربه کنن. میگن شاید نقش بازی کنن. ببین صادقانه اگه بخوایم نقش بازی کنیم یه عمر میتونیم. من زوج داشتم، بعد از 30 سال زندگی مشترک، دختر خاله پسر خاله، شما فکر کن هم فامیلید، از قبل هم 30 سال هم بازی بودن، هم 30 سال زندگی کردن. الان خانم میگه آقایی که کنار من نشسته رو نمیشناسم. آقا میگه خسته شدم از نقشایی که تا الان بازی، میخوام خودم باشم. خودش اصلا یه شکل متفاوتی داره از چیزی که این همه سال اینا میشناختن. اگه نقش اولیه خودش یا قالب اولیه خودشون هر کدوم سوا بودن، زندگی قشنگ‌تر میشد. اگر که هر کی خود طبیعیش باشه. ببینیم ما میگیم که زوجهای موفق دنیا مال این نیست که تشابه‌هاشون زیاده و موفق شدن، اتفاقا تفاوتاشون زیاده، هنرشون تو حل مسئله است. هر چقدر تشابه زیاد باشه زندگی به روزمرگی زودتر میخوره. ما همه چی مشابه همین دیگه، تکراری میشیم.
ولی وقتی که تفاوت‌ها زیاده، هر روز یه چالش و یه موضوع جدید داریم و این چالشه این کمک رو میکنه که روزامون شبیه هم نباشه. قشنگیش اینه که هی میشینیم حل مسئله میکنیم. زوجهای موفق دنیا این تیپی هن. تفاوتاشون زیاده، هنر حل مسئله دارن، چیزی که بچهای امروز ما ندارن. پس یعنی زن و شوهر هیچ موقع به تفاهم نمیرسن، همدیگر درک میکنن. آفرین. تفاهم یه چیزیه که میشه گفت قراردادیه. یعنی اینکه ما به عنوان جنسیت 100% با همسرمون متفاوتیم. یعنی آقایون و خانم‌ها 100% تفاوت دارن. پس هیچ وقت 100% همدیگر درک نمیتونن بکنن، نمیتونن بخوانم، نمیتونن. چی این دوتا رو کنارم یه عمر نگه میداره؟ این هنر همدلی و درک متقابل. این که الان میخوایم یه تصمیم بگیریم، یه جا من کوتاه میام با مدل شما همراه میشم، یه جا شما کوتاه میای با مدل من. این زندگی پایداره، چون همیشه یه چرخه توافق پذیری توشه. کوتاه اومدن هست یا شناخت نسبت به جنس مخالف؟ کوتاه که نمیام. این کوتاه اومدن کلمه جالبی نیست. ما با هم توافق میکنیم. یعنی امروز من به منطق شما، تحلیلی که تو این موضوع داری احترام میذارم، باهات همراه میشم. ممکنه شکست بخوری ما، ولی من چون بهت اعتماد کردم سرزنش هم نداریم. تجربهش کردیم با هم. یه بارم شما به اون تجربه ما این فضا رو میدی و احترام میذاری، همراه میشی. این تجارب احتمال خط قرمز هم وجود داره، مثلا عادت یا شیوه اعتیاد.